وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرده است که نهادهای پشتیبانی خبرنگاران و سایر رسانه‌ها را در افغانستان ارزیابی کرده و از میان آنها جواز فعالیت 3 نهاد را تمدید و جواز سایر نهادها را لغو کرده است. خبیب غفران سخنگوی این وزارت بر رسانه‌ها گفته است که جواز فعالیت بنیاد حمایت از خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، مرکز مطبوعاتی افغان و کمیته مسئولیت خبرنگاران تمدید شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در بیانیه‌ای که به روز دوشنبه 6 ماه دلو منتشر شد، مسئولان نهادهای دیگر را به غیر حرفه‌ای بودن متهم کرده و ادعا کرده است که آنان به جای حل مشکلات خبرنگاران بر مشکلات آنان افزوده اند، به آنکه این وزارت توضیح دهد. بیش از این، شماری از مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان بارها شکایت کرده اند که از سوی طالبان با کنترل شدید، نظارت و سانسور روبرو هستند. از سوی دیگر، نهادهای مختلف بین المللی پیشتر ابراز نگرانی کرده اند که طالبان فضای آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای را در افغانستان محدود کرده اند.